آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی در کوچه سیر دریا آشی پلو بیا در کوچه سیر دریا آشی پلو بیا آشی پلو مزداد روغن چهار جزداد آشی پلو مزداد روغن چهار جزداد لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی از نوای عزیزان قایل شود رفیقان از نوای عزیزان قایل شود رفیقان پروفیل‌های کبیر یک بار خودت رفته بین پروفیل‌های کبیر یک بار خودت رفته بین رحمت به کل دوستان رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی بر کوچه سیر دریا آشی پلو بیا بر کوچه سیر دریا آشی زیتون بیا باشد. السلام علیکم هواداران تابی خوش و گوارا. تلویزیون آزیا اچ دی و آژانسی تنتنا که تجربه بسیار ساله تشکیلی و برگزاری توی چهاربینی ها خورسندی مردم را دارد و امروز خیلی در سطح عالی این معرکه را میگذراند برای شمایان دوستان عزیز برنامه هجوی فراغتی گاب را پیشکش می‌نماید. می‌خواستم در آغاز چون آنها درباره همکاران و سرپرستان برنامه گاب گفته گذاریم. قهوه‌خانه طربخانه زیتون در کوچه سیردریا مکانی بی‌نهایت برهوا و آرام زیبا قوام‌های با لذت اروپایی و ملی نوشاکی‌های تشنه‌شکن پیشخدمتان ما فرمایشتان را در یک میزبانی آماده می‌کنند. مرحمت نمایید دوستان عائلوی با دوستان با همکاران شما مهمان دارید پس مهمان نوازی خوبی تاجیکانه در طربخانه زیتون. استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو نواربرداران کسبی با صفت اعلی طریق تکنیک‌های زمانوی لحظه‌های بهترین حیات شما را باز هم خوش و خاطرمان می‌سازند. مراجعت و فرمایش از شما کاربردکنی از استودیو عزیزان ویدیو. برای برگزاری چهاربینی‌های خرد و کلان پیدا کردن تکنیک آواز دیگر برایتان معما نمی‌گردد چون که خوشنگ لیبل دوست عزیز مظفر جان صدا پرداز این معمای شما را حل و فصل می‌سازد. دوستان عزیز ارجمند با می‌گذاریم با سرپرستان برنامه شرکت مال و محصولات گوشتی عزیزی محصولات عزیزی حسیب و حسیبچه‌ها با طعم ناتکرار زیبی دسترخوان ما و شما عزیزی محصولات ما از گوشت حقیقی آماده می‌گردند. خانه ای را ساختید و مسئله در و تیرزه به آمده سرگرم شدید پس دوستان سرتان را نخورید بهترش به شرکتی در و تیرزه های اکپن مراجعت نمایید با اندازه شکل های گوناگون فرمایشتان را با پروفیل های صفتاً اعلی آماده می نمایند. اکپن انتخابی درستی شماست. یک قرصک برای سرپرستان و همکاران. تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان هجو و خنده چون که میبینید امروز ما مهمانان را به چایخانه زیتون دعوت کردیم طربخانه انیخترش و میخواستم یک به یک آنها را معرفی کرده باشیم. برخی از آنها را شما الکی میشناسید. شریف جان و مظفر جان دوستان ما از لایحه استنداپ. علاوالدین جان دوستی عزیزی ما یک قرصکی ما. هنرمند کینو و تئاتر دوستی عزیزی ما اکوی بسیار در فیسبوک فعال ما میرزا عمر میرزا احمدov. اینها همکار. محکمی بهرالدین شاعری برنامه خوش آمدید. گوری اسپا نفر یکی در برنامه‌های گذشته با سبب آنی که پوف کردن خواست دوستان شرکت نداشت. بهادر از جبار رسول. چه خیلی ما دوستان عزیز و ارجمند به یک نفری که از دهه آدمانش بسیار زنده دل هستند دهه رمان چه خیلی ما نمیتونیم به رمان دوستان عبدالخلیل رومانی
دوستی ما یک حجمنگار بسیار جوان، حال خدا اگر خواهد بسیار قدم های استوار گذاشته شدن، بلاگر های دعوت کردیم. بلاگر برنامه به مثلا گریم بسیاریات می نویسن که اینو دعوت کن و دعوت کن. من همین یک تکلیف شما را به نوبت گرفته فرخ سنگینов یک عجایب خزه. بهرام ولی فهم آمدگی بهرام ولی استاد سعدالله اکای غیژکچی یک قرصه. هیلال و دوستی عزیزی ما شاگردی عالم واحدوف یک حافظی که بسیار آوازی زور دارم. من امروز باوری دارم که الیاس جان خدا اگر خواهد یگان تا سرود میخونن. الیاس جان دوستی عزیزی ما. خب بیایتان درباره توی ها یک صحبت میکنیم. من در پهلوی من رهبری گروهی کرنای نوازا من همین نگاه کنیم اگر امروز ها توی بسیار می بهادر جان در حقیقت چون که وای برنامه ها ندیدم شما تو امروز ها توی بسیار های وای برنامه ها ما توی انده نبودم راغم به کار برفتگی بودم. شما گفته که دورهای کننده هم که ما توی براندیم یک 25 سال باز توی میگردیم اینجا استادا اشتیانو. شما کیه بسید استاد سعدالله اکا من سعدالله اکا شما کاملا چی میدونید که نه توی به میرفتگی های استاد مقیم جان و یا خیریت من همه خیلی گفتنده ما این کنایچه‌ها فقط بالی بمب می‌دیدیم ده پیش توی ما عبام نگاه می‌کردیم اینا ما همین حافظای بزرگ بیام عبالی بمب نگاه می‌کردیم پیشتر عبالی دام گوش کنید رئیسی محله رئیسی ناحیه کلان رئیس ها بیام عبالی بمب نگاه ما جدا عبالان نگاه می‌کردیم. شما بلند پا و نوکش هم بلند وایده 20 چند سال فعالیت کاری افتید؟ 25 سال 25 سال چون نلاگ به 5 سال افتید خلاص این برنامه نلاگ هم میبینن فایده میشنه نلاگ بینن من گفتم مانم هم یگان شاننده پتنت شاننده اینا بوزن بودیه نو اکا ما پتنت مانده جدمه میماه من بوز گفت آسیانو اینا لیکن من 25 سال هنرم 5 سال به فرادگی همینا آسان خب دورهای همون مقیم جان این بهادر جان هیکو بعضی 25 بعضی 5 بساز که خفه نشوید و یه بار ابالی با هم غلطی دگی ابالی بام غلطیدگی گفته آسیان که همون فقط 5 آخرش سالی مکتب خانشون هم به متیمت که نبوده گه این ماشینی همون غلطیشن بردگی یادشان 5 خب خلاص همین سحر به وقت نهار رو میرفتیم ساعتهای 2 و خسته نهار به میرفتیم خانش به رفته نواخته ولی واو خستگی ما بیدار میکنیم همین دره دنگر تینجمه خور رفتیم توی می شما تویو سحر و هم ما آمدیم سحر شد گفته بیدار کرده بعضی همه خیلی روزا شده که حالی صاحبای توی بیدار نیم ما به وقت رکک تگی درشان به نواخته برفتگی روزا ما هم توی خانه و آمدن بعد گوش کنید یعنی همسایه و نواخته آمدید اکا باید مقیم جان همون بعضی کنایچه آمده به وقت داره تخت کند همتون یا کن نارو مانده که برام نگیر بام بکن همین خیلی عادت شده ماند که همین بعضی جاها همین خیلی عادت شده ماند که یگان کس یگان کار کردی هم داره به وقت تخت کند کم نه چی با این قدر به وقت آمده گفتیده از خلاص یک شدگی کاره میگفته که من یک طرفایی همین ناو سپیتمین به توی برفته که ما سحر کردی همین هوا سخت خنک باران بردوست یک موسیقی درام دامدم ساعتی 2-3 شب چراغ نمیمود خیلی حاضرم بعضی میموند وای دوران بتون نبود نیم طرفشان لای هم تو غلطیدگی و گفتم ها بابا نیمتون لای غلطی دید میگم ها بچم خب که آمداستگی بودم غلطیدم من گفتم خیزیق نشوید بابا اینم کاری خدا ده گم نه کاری خدا نه کاری خر بچم خر گفتید اتشان آمده پرسیدن که همینجا بر یک رحمی گوسفند برفت دیگه تا نمیگوید اینش شما موندید میفتاد
توی اگر گیریم اگر مثلا من هلال‌الدین و علاءالدین دوستای عزیزی مویم توی میرن هم تیمی یا دو طرف به توی میریم شما چه خیر یک جای همین وای گوید یک 10-15 سال پیش سرودی وای رسم ماده شده بارونک میبارد این شب دلکم بنوز همین خونسیم یک تا بچه اومد همسمی دوماد دانشن وای گوید زوبچسته ایلالکه ها گفت لب بگم اگر یک تا بارونک خانی گفته من همین خونسیم گفت گفت ها گفت من نفهمیدم وای اصلا سال کسال بودم برافت رفت رخش همین آزی سوال یکم که سوال نمیتونست که چیه آزی ارزو هستن آدم نیست می چیه تویو مایده تویو آبی بولی بمب برورد کنه چی ننوازانداست گفت شیفر قیمت گفته است که داوری پیش حقانی تویو دیگه خیلی بودن یک ماه پیش حشار بود یک ماه پیش همسین خودت فویو دیده که با این گم میزنید ها من این چیز خدای شکر دیگه اکا جان 26 سالی فعالیتی کاریم به یک سال اضافه معنی بیو شما نگفتید 26 سال فعالیتی کاریم حشر که گذشته شرکه همین آخرش جنگ نشد توی بوی نبود پیش جنگ میشد زنازلی میشد پیش تویو تو جنگ نشود توی نبود آزه توی به تو عریضه نشود توی نیست همین خیر دو پروتکل یا آزیر یک چیز ایدین جانده میبخشتن آزیر توی ها نگاه کن تو نگاه کمتر با مدنیت شده توی خانه شده خانه آبه نمیشه بعضی مثلا گریم طرفی خدا نگاه کن تو نگاه قطار شروع شده میخکر گذاشتن برام پیش این چیزا نبوده پیش مثلا این چهار تا قندون نانا پاتفتگی میخوردی خستم رفتی جای اینا گفتگی با این سه روز پیش مثلا همسینفا اومدگی استالای آهنینی کلان میموندن یا بار شنی دیگه نمیشتی مثلا با حاضر اکو تویا خوشبختانه نگاه کن تا 2.5 ساعت جدا وایشوت 3 ساعتو یکی همین نگاه کنید توی خانه ها بین نهایت خوشرو بزیب توی خانه ها عروس و داماد ببینید وقتی میدرد رقصا کی بالا میفراد یا آزه توی خانه وایش دیگه با ماشین که میدرد نه توی خانه با رفتم نمونه ما تاسوسم که پگه باسو توی من خیلی ماشین که میدرد و پس آینیک شده تو تماشا منه دو روز کده میبره بعد یک چیز یادم با آمد همین دورهای کهنه تویانده یادت آمد باشد سحر کدی یعنی همسایه توی باشد آش کشد هم بچه‌های محله تواقچه براشته میبرندن پیش آشپز برفته گفته آش بدم گیر همت یا بازی و یا که تواقچه‌ها کشته گفته آش نمیداد اگر آش تیادم آخر به یک کفکر میپرافت 8 کفکر اولاش گفته پرافته میداد دست کامل ابی خیلی دعوا بود نه خیلی بود وای روزا پویا گرفته دو کاش ویتام بهادر که غلطی ابزات نگوشتم با بالا علف شته میخوردیم وای آشه من میدونم که علاوه هلال‌الدین پس نمیشتگی حاضر درباره اینترنت و گازوسیم آخرهای سال 80 نابرآمدگی بود همین نوارگیرنده ها ویدیوچی اما باور کنید نرخ حق خدمتشان از چقدر توی زیاد بود حاضر شکری همین زمانه که بعدی وای من حوالا میکنید زوره میکنید 1 ماه میگذرد 2 ماه میگذرد اکا جان تیار شدین یه من تشکیلاتیم اکا جان تیار شدین من تشکیلاتیم یک پولی کلام میدادید حاضر توی به ویدیوچی هم در کار نیه زنده باشم یارو دوستا شما توی میکنید شب بهار جاگو شما ندارم و همه من اینجا پرمای ایفرو توی گرفتگی منتج میکنید یک توی تب تیار این عزیزان زور میکنن همین دوتا آشنا بود است به نهایت همین مشروباتی سپیرتی عرق نوشی به داده شده بود است کدام توی بند رواد عرقی گفتن برونده است مردم گام میزدین که این چوه این خیلی هر دوی ناز نمیشد می هر دوش یا تشکو اما مردم گپشه شوندگی کو بیا این گفته است من تو کره عرق روس میکنم کدام دستمنده گوه اگر یاوی اگر خواهیم مینوشیم نیاوی من همینجا برداشته میزنم اما عرقه میشکنم کدام میشنده گوه چپنده گوه نغزوی کنفته یک روز یک دخترک کوچوب رفته ایستاد مادرش دوگانش دیده است این دختره که دیده است گفت است که وای وای نرگس خانم شما درست می نظم یونیورسیته های تمام کردید می کی به شو میکنید نه مونی تولی ما تمام نکردیم دانشگاه ما تمام کردیم سازم دیگه دولت ها ما سیر و گشت میرفت دیگه پلنام کلام گفت زاوچی نامداس میگفت نه نامداس گفت است پلنشان کلام دست نمیشه یک تا عرق خور دکتر برفته انالیز کرده استی بگاش بباید
جیغ analiz bir spordagi spirtdan xun nabromad gufta. Araxor guftidu. Korshudagi mashtkanda yakta araxor dodda kim dasmesh gumkat yakta momayma in kampir xesiyani man gumkadam gida. Ha xezin navsha koyt. دوگانه ها واخوردیانه گفتیان که خواهد زندگی چطور دوگانه جان گفته بونات نمیشد من معقول نیاد شد اینجی میگوید یک تا کوکر نمیشد چای بیارم اگر فقط زبانشان بوام گفته گام میزند چای بیارم بوام چای زور میکردن یک تا دوزم اگر بوام اتون زور میدوختن جامشویی کنم بوام جامشویی نال میکردن چوکر نمیدونم گفت این دوگانش گوش کن و مرده کن باید که شفقش بیاری تو بگو همون تک پوشکای خوشروی پوشو تیار شد نقش شده ایست همین کلمه بوام عیادش میبره باید گفته است و مرده آمدگی بگویی آمده است اینم خوشروی شدم تو که بید دیده جانش بود چون این سیاه پشتی بوام تینجی میفته است یک آدم توی به حافظ دعوت کرگی و هم تو نگاه کردیش ند آدم ها آمساس مهمان ها آمساس همش نامساس اپارات نامساس اپارات نیست حافظ دقیق شده است همین کرته هم تو شروع فقط مایکا که شده دوتا کارده گرفته که گیرگودی اگر رو داویساس دیگه کن میکشان گفته دیگه حافظ هم آمده سو بعدی 2 ساعت آمده است دیگه کن نیم ساعت توی مونده دیگه اکا جامعه بخشید با خدا یک چیزی گنده خوردی همین اطراف نمیشدم حاضر خودم بامده بزیار آمدم گفت و سریست حالی آشپز نیست گفته این گپ ها برای آنهایی که برنامه گپ دیر میکنن کمی من صاحبش یافت عزیزان دل مرحمت ایلالدین وای مقبکا پیش همین نهار همین روی حوالی میشد کو رومون با این شدگی کار همین یک ساسا را کن نامشون نگیم استادو رفتیان بولی هاوس با جوک دیانده بولی هاوس با صحنه ساخته جوک دیگه سونه نهار سرشت پیش زمینی میموند که اپاراتور برای میکروفون نزدن همین روز وای اپاراتچی سال سراسیمش داد زمینی نمونده است بیا کرشم از زلیخا درن بیا کرش باشه جیم شده است وای بوله هاوزنده که پشتی گلیم بگو نیست آفیس کامی آفیس دونی مهینده مقیم جان وای با مقیم جان شدگی واقعا بسیار رو اکنون همشه گویید اگر بعضی علاوه که شدگی واقعا پیشتر توی برای دیگه خونه دوارده صنعتکارای احپیل چای میکردن همین اوقات که میکشتن میدانید می؟ کدام وقت؟ همین کلی امداز گفتی که وقتا اوقات کشته هم تو میدانات که اپشتر کلی آمد برای تا بگرد دوما طالبان هم میشد دوما طالبان رفتی که ما حافظی اونجی که نامشان نمیگم وای وای با صاحبی توی آمد من ساعتی نورم مردم خبر کردم آدم هم دیگه برایتان همون وقت اوقات هم کشته درام دیگه اپشش یک کس میدارد برایتان اکا گفتم کاری ما بعد از یک سراسم نشد حاضر یک شود ما سرکارش من نمیم خبر کرده که آدم پر اکا ما سیران ساعتی چند بهش ما خبر میکنید کاری ما بعد از یک گفتم ده و ناصرکا فهمیدم نامشان نمیگه باید فهمیدم آمدم سالی صاحبی توی اکا علاوهش برامده داد گفتاست من سالی فهماندم که اکا آزی اپارات یک گفت نمیده پیشتره آزی استاد گفته گذاشته پیشتره تویاو همین اهلی سند رواد کارنایچی حافظ موزیکانت رواد و حافظا موزیکانت ها کارنایچی آمد رواد اوقات کشتن و ها خورده گیرد اشکا مشاهده سیف کرده گیرد و ها آزی خدمت میکنند میگفته حاضر میدانید میچخی شدگی توی خانه و روید افیسان آمده وای یک تا stol به وای میاسنوی نرسید گفت نرسید می انی ارتسوی گیرتان یک تیشه امیخی شدگی تا بالا زمان امیخی شده دوگانه ها صحبت کراسیانی اتش آمده دوگانه من حامله دار بودیم گفته است کی گفت دختر گفت داداش کی بود است گفت اینش نگفت
مرحمت مظفر جان همون دوگانه‌های یکچه داداش گفت است که گوش کن آخی تو چوبه که زندگی نمیکنم افتاسی که دخترم افتاست که آخی وی موش ریجی که دیگر این تو یک سال که زندگی کنم سب سفید میشد 5 تا خواهرا بودیانده 5 تا خواهرا همشون شوهر کردگی 5 تا بوجه ها میشد دیکو لبی بحر با تشکیلی کردگی همین 10 کس شتیانه که صحبت کرده بوجی کلانی خوردیم بوجی میونه همش تیان یکم خواری کلانشون من همین سهرا با همین طرفم دار میکنه گفت خواری میونانگیش انی منم همین جام دار میکند گفت خواری مایداش انی من دینه سر شد گفت همه بوجی کلانی همین پارتیه همش دفکت نبود خب تماشا بینید عزیز و ارجمند دوستان عزیز و ارجمند چون هر وقت من این دفعه نگاه کنم در طرف راست شاعری برنامه محکمه بردی نشستم امروز هم با دستاویز آمدم میخواستم بفهمیم که چی آوردید دوستم سرود مستهزاد اوید با همی توی معرکه ها وقتی همی موسیمی توی معرکه ها که از پیشتر هازی چی فرق دارد یعنی که امروز حافظان ما خیلی چی میگن با روسی اگر با اصطلاح سزون میگن سزون توی خانه ها از پیشتر چی فرق دارد همین چیزه خب در هوای سروده‌ای مستهزاد بچه‌ها شما آماده هستید فرخ جان شما آماده البته شما نخونید بله با کرنه و سرنه شود توی تماشا شادی و تمنا دامادی عروس آمده بر بزم دلارا دونه و گل زیبا حافظ بی سرایت سرودی تازه یار تکرار به تکرار شادانه بیرقصند همه شیش و تبارا در بزم دلارا شادانه بیرقصند همه شیش و تبارا در بزم دلارا بابا جان بابا جان رقص بکنی در خانه و کوچه و صحرا در گرمی و سرما
درباره یاریار گپ رفته مقیم جان که همین یاریار به چند سال شدگی باشد برام یاریار به بهادر جان میدونید که چند سال شدگی دادری عزیز اگر من خودم شناسم همین 48 سال انیق میشدگی انچه من با وای سرودی سورا با تایف گفته گشتم Mahkamboy همین باید شعر نویسیدو وای دوره همون توی خانواده توی میشدگی دوره رو نگشتگی تا معلوم ده یادتا مستاشم خوش کردن در اونش همون جنگ و جدالاش هایکو مستا بودن تو مست شدنه اوجه توی ادامش آدمی سیاه جنگ نمیکند که نه اکو توی درازش هم نه بیشتر 8 ساعت 10 ساعت توی مقیم تو جنجال نشد توی حساب نبودگی همین خیل لیکن همین جنگ و جدال همه گاز زدم شما گام نزنید چی بگویید حافظ و پیشتر حافظ یکتا خودش بودگی شما دوکه است میزنید تا دید بر احمد دید و چشم یا قطعی گریختن اصلا یا که من نه وای نه من گفتم اصلا بالا موندن اکو از توی جنگ نشد سببش توی از همه زن کار شدگی kim جنگ میکنه از ناچه پیشتر توی و جنگ میشدگی مرد کار بودگی آزیم توی فقط زن کار بودگیش به جنگ نشد و عراض میشد همین همش به علی بلبل بالا چه گفتن 40 سال پیش میگفت که حالی رفته مارتو از پشت گلیم تماشا میکند میگفت همین روز اومد 40 سال نیست علی استار همین علی بلبل بالا ده نه اکو همینجا هم زنکای خوش نکنتون چون که ویدیوهای همون یوتیوب درباره گپ ما وقتی که میگذاریم زنها گفتن که چی به فقط زنکای گامزون دیگه موضوع نیست میگفته موریتون خوهرا خب بابت توی گپ زدن معرکه‌های تویونا گپ زدیم دوستان عزیز پس اینجا من انیق میدونم که 3-4 نفر حاضر فرصتی یعنی که آنها معرکه دارن فرصتشان شده است بنابراین آنها به جواب میدیم ملش می همه راضی می شما رویت ما برنامه ادامه میدیم همه توی شاید چوبه من بیزکت Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با توباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود منبع گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدر وردگیش لازم من یک کارگری عادی منبع نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیل باشد به شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن به پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن به گرمی و خنکی طبیعتی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. خب تماشاگران عزیز ارجمند من نمیفهمم این بچه مایده مثال یاش شین بود مثال برنامه گذرانیم بود مثال کدامیش یاش اکو نرسان یگان کس نرساند گپ ما بین خدا ما وی رساندم فرقش نیست رساندم جواب میتیم گپ ما وی حالا شریف جان دوپ درشتگی توی ما افته خستم شروع باید ما همین قدر توی داشتیم اینجا همتون گازانیتون من پیچی نمیگم برام جان یک روز bana گهی داشتگی بود برام جان اومد خنده نکنه پیش من جواب داد حرمتی برام جان برای همین برام جان گنده نکنید تا میگم خیلی گنده کنی میو بچه بود است شینا دو برنامه کم تر مون همون لیاس چون اسکریزو تویاش نیست میلی دروغه حرکت برافو از بچه‌ها من برای فهمیدن گفتم دی اکوس بعدی برفتنش گام نزنیتون دی
لیکن من باوری دارم که بعضیا خودشون شناخته گرفتم. خب تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان حج و خنده، من میخواستم بار دیگر درباره همکاران و سرپرستان برنامه حجوی گپ گفته گذاشته باشیم. قهوه‌خانه طرفخانه زیتون واقع در کوچه سیردریا، طعام‌های بالازت اروپایی و ملی، خدمت رسانی در سطح عالی دوستان، یک مکانی بسیار برهوا و زیبا. آید با اهل عائله بیاید، با یار و دوستان همکاران مرحمت نمایید. خب استودیوی نواربرداری عزیزان ویدیو. دوستان عزیز و ارجمند، یک چیز گفتنی هستم که گروه‌های نواربرداری میکردگی امروزها خیلی زیاد هستند، لیکن من به شما توصیه میدم استودیوی نواربرداری عزیزان ویدیو، چون گفتیم تکنیک و تجهیزاتشون زمانوی است، کارمندا همه کسبیتی خیلی والا دارند و مراجعه و فرمایش از شما کاربرد کنی از استودیوی عزیزان ویدیو. باز هم میگذاریم با دوستی عزیزی من که امروز اینجا رهبری خوشنگ لیبل ظفر جان برای برگزاری مثلا یک چاره‌بینی خرد شما، یک چاره‌بینی کلان شما سرگرم میشوید که اما اپاراتوری آواز رو از کجا پیدا کنم، مراجعت کنید به ظفر جان، این معمای شما رو حل میکند. سرپرستان برنامه شرکت مال محصولات گوشتی عزیزی، محصولات عزیزی حسیب و حسیبچه‌ها با طعم ناتکرار زیب دسترخوان ما و شماست. خانه رو ساختید و بینا رو نیکی ساختید و شما در مسئله در و تیریزه سرگرنگید به کجا مراجعت نمایید. پس ما به شما توصیه میدیم اکاپن رو. اکاپن انتخابی درستی ما و شماست. خب یک قرصک برای سرپرستان و همکاران. نفری نزد دکتر آمده است. دکتر جان میبخشید من به همین نگاه کنید ریش نبرم ساز. گفتم من دیگر شما زنکو گفت ایه من حالی زنکم میگفتم. یک تا کمی ریشش کم برامدگی köse آدم دکتر با آمده زیخ کردن میگفت از این دکتر چوه من ریشم پول نمیبرد من اینجا آمده نیست چوه ایخی ما kös ما آخی نرمالی اوقات میخورم سلامتیم چوه دکتر همین مثالاش کردید اتویت چه ممکن زاتکی باشد ممکن یکم ویتامین نرسد آخی گفته فهماندم با آمده پوستم میگفت از یعنی روز دکتر همین به این دفعه جوابی خوش میتیم گفته تیار شده شده بود است آمده دکتر همین مسئله چوه ریشم نه ریشه تا ساوز داسو یعنی شما همین نبودگی جاها هایکو درون به نگاه کرده میساوز یک بیمار با دکتر گفت است که این تبلت که من دادگی یک روز به 7 بار بعد اوقات مخورید گفت گریه به درام دسته چوه گریه کراسید بیمار گفت همین قهوه خطا کجا میوام شدگی کار شناسم گفتند شدگی کار یک دوی علاوه دینه گریده وای بیچاره اکاب میگم که اینولید یکم گروپ اینولید 54 برامدگیو فیزیکچی لیچینی خرابتم رو دکتر سوجو میکند که چاکدگی چیزی سونی اکا چند برامدی شما گفت 54 گفت اون تو نیا کده شما چند برامدگی 54 گفت اینولیتی یکم گروپی اپینجا گذاشتش یکم دیدم گفت پدر جراحی میشدگی پدر جراحی میشدگی خیلی آیله ها پسرش جراحی میکنند دکتر پسرش همین پیش آنارکوستی یا بار بیا بچه‌ام گفت است دکتر آمده همه جاش محکم جراحی بامده تینجی میداد گفت گوش کن اگر من یک گپو کار شوم بود خونت بمیرد همه اوی کار جراحی کن گفت است یک تا آدم دکتر با آمده شنا دکتر گفته است که همین اپیراسی قیمت شما گفتاسی هم که موازی پیشنهاد داده همین اپیراسی نکناندن تون داکو گفت همین اپیراسی نکنانم نمیشد میگفت این اپیراسی نکنانید بهارستان به دامگیری و رفته نمیشد من بهارستان به نمیرم من گفت گپ درباره شما نرفت است گفت اتا دکتری دندان استماتولوگ همه کاری و بیمار شدگیو با اسم را رفت سسته میتسسترش اینا با جواب چی میگه هازه گوسسته دکتر چه شما سرگرم با این گفت پولش مولو دیگه دندونش یگان چش در نکرد خیلی حرکت کرد کن از نگاه کنید اگر وقتی امتحانی مرکز ملی تستی امتحان همه ویش انتظار کو باهاش چم میشه خلاص که واجب امتحان بر افسوس امتحان سالی امتحانی چه خیلی گم کن درس باینو خودی با درس باین نیمی چه لگدی معلم شتاست درویت سلام علیکم کنی بلیت گرید گفت هم تو گرفته گشته موندستی چیزی ما موندی دیگه گفت رقمی 13 رقمی نازنی معلم گفت این باور نکنید این چیزا این روایت ها همش گفت معلم 13 افتاده است امتحان سپرده بیرون برود بچه‌ها چه تینجی میگفت سپردم همه بلیت به تیار بودیم میگفت نه فقط 13 بافتاد
Yakta imtihan bu omda sud, ataki daha guftaz ki göç günü. O zaman imtihanı medevay seyte yakak saval metyar. Bu degi şemin seyte. Hem de cevap dit tamam gut. Malaş gufta devamda. Abi davat malim familya ton guftaz. Falonchi gut. Noma ton guftaz. Falonchi gut. Falonchi guftası urre guftası. Ha çize ya azım bu xusanj dozi gut. Bu yakta saval mon guftaz. Hemi xel imtihan bu afsosu. Malim ham tu daravarda. Maşoba ayın bileto birun saval metyam. Ami siyeta harakat keti filla yaxdomba jokunichi gut. Yakum yakşoyi. Filla memonim dersham pashim gut. Borakallo. Ohuya çorta harakat keti gut. Dersham yakşoyim filla mebrorim. Ohuya memonim dersham pashim gutas. Borakallo. Çorta benuhat naz. Aku yakta gapshmo ba. Samolyot burafsos. 500 dona blokasha. Yakta blokash zamin ba g'alti. Chanta shud gut. 499 gut. Normali matematikdan ham gandani. Xo'p, savoli diga botloq. Kampani 90 ba buromdagi timsoh pur. Burafsos. چیزی میشد گفت تیمساح هم میخورده گیس گفت نه نمیخورد بلوکی هولنگی اومده کلاشو میزند با هاتان دو گفته است امتحان گوییم اگر هم تو گرید حیات به چندین امتحانهای گذشته هم مساسیم کو با هممو بعضیا غلطی ساز بعضیا مثال یاردمی تقاش کتی هم برام ساز یا تقاش هم خیلی آدمی بسیار مرتبهش بلند است معلم به گفته مانده بوده است معلمم در آورده خب امتحان بچه‌م به گفته کی کوجه بچه‌م گوش کنید شما با اثری سال کی درس دادگی؟ گوید وای اوهالا بینده حمله بسیار کش درس خب مالش امروز امتحان اکادم درس گوید جیم ده من کی؟ گوید معلم گوید تیار شما همین حالا وای دفعه اصلا درباره شاعرای تتر گفته بودم شاعرای تتر اکو همون امتحان میسپردگی تتر دختران امتحان میدارم دست همین دوگانه‌هاش daromda bromdos kim xafa kim vay nida volim brodaga hapiplartas ha gut o'qituvchilar вообще sabakat kutasda sonra ma'luma hamash kuchu kutasda daromda bir haftas eng daromda shanda balandtar kana guftida samon durumba ishdagi ma'lum gapishi shunda men hozir bob mukunam kutasda ham to daromda bilete giftas chiqir bilet falan hop zashotga kana giftas ham zashot shirktas bahoy giftas va ravde shavtas ham to bromda gir kana giftas ki man tsig giftas in ma'luma hammash küçük, sak, hami xed dolgistad, hatta çokat tam tuzashot kuşa ve mamnun okum habib. Mana çormondi kod. Ну, короче, собака же друг человека, гуфтас. Як مسافت 90 ба бурomdagi sekin poyim ba fromda kaloshi masiya pochta burafte istan як экскаваторча муҷи шасу мактаби ҳамин مسافت михондagi вайрон микарagi. Ham tu risham tu kis o bach. O inji bidia ba. اینجا به من خواندگی اینجا همسنیفان بودگی اینجا من درسا برومده گریخته میبرفتم اینجا به معلم ما به درس میداد گفت اکسکواتورچی اشکش ریختشتی خاطره گفته همه جا میفهمم خاطره یو کاری من همین دی گفت یک تا التماس من هیچ خیلی التماس گفت اولش من غلطانم فقط من گفتنی که حاضر منم موسمی امتحانات گذرده با مکتب دانشگاه ها سر میشد بگذار استادا صحت سلامت باشن اما چی گفتی تو به استادم نمیشد یا هم تو می یک تا 90 ساله گفتیدو 90 با برامدگی مسافه دکتر با رفتیانو بچم یکم اشبه زور بهت زور دویوم اشبه سالی عذاب کشتاسیم سایوم اشبه بزور شده چهارم اشبه بتون نتانستاسیم گفت bu چخیل 90 با برامده همه خیل می پیش چخیل بود پیش گفت پیش دویده برامده میفرامدم از نپایا گفت دو کس کوچه نگرسوز همین کوچه های آویزه هاش من به اختیار معقول نشد آخرین وقتا گفت چوبا گفت من پسلی آویزان کردم موندیم پلاکتا یا عرق نوش یا ماشین هایگو اما الان ماشینم نیست چا کنم اکم یک تا آدم گوسفندش کردی ششکه بازی کردی چی بود ازی گوسفند کردی
یکتاش آمده این کله‌دار گوسفنده ببین این گاب نیست ملدی است این گوسفند همین خیلی کله‌دار زور می بازی کردن همین خیلی زور میگه کجاش زور باید داداست خب تماشاگران عزیز ارجمند همینطور با خنده و لطیفه گویی ها ما رسیدیم به فرجام برنامه به همه شما در فرجام برنامه خانه آبادی خاطر جمعی لبان پر از خنده رنگی هلال‌الدین آرزو دارم و باوری کامل دارم که شمایان عزیز البته پس از تماشای برنامه ما البته باز شرحهای خود رو البته زیر ویدیوی ما می نویشید ما البته تکلیف های شما رو به نوبت گرفته برنامه آینده رو نیز تعریض خواهیم کرد به همه شما خانه آبادی خاطر جمعی رو آرزو داریم دائما با تلویزیونی ازی اچ دی باشید خیر از آشی پلاو آمد وای کنیه یعنی آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی